دادستانی منطقه کلوب گفت گناهی سهراب رحیموف معاون بازداشت شده شهرداری کلوب اثبات شده، پروندهش روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده می شود. رحیموف ضمن ماده 247 قسم 3 قلابی و 314 قسم 2 سوء استفاده از وکالت‌های منصبی کدکس جنایی متهم است. نظر وکیل و نزدیکانش به این عیبنامه دسترس نیست. واسه پرونده جنایتی نسبت به معاون رئیس شهر کلوب رحیموف سهراب پرونده جنایتی از طرف پرокурور شهر کلوب آغاز گردیده با جرم قلابی و استفاده از منصب. گناه اثبات شدگی ظرف شدگی همش بیگناه هیچ وقت سزا نمی‌برد. معاون سابق شهرداری را مقامات انتظامی روز 5 ایول در قرارگاهش بازداشت کرده بودند. بنابر عیبنامه به سهراب رحیموف جریمه و تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. پیشتر آژانسی مبارزه با فساد در منطقه کلوب سهراب رحیموف را برای ندادن پول برق جریمه کرده است. در نتیجه 15 نشاندهنده برای حساب‌ها جریمه بندی کرده شد و 20,000 چند سومانی مبلغ برق مرحله با مرحله پرداخت کرده. الکی 50% به معلومات ما پرداخت کرده بود. پیش از جریمه هفته‌نامه پیک نوشته بود که معاون شهرداری غیر قانونی مشغول تجارت است و پول برق را نمی‌دهد. اما سهراب رحیموف در نشست خبری 6 ماه پیش گفت که او از پول برق قرضدار نیست. ما در خرچم بکورم ما می‌پذیرد در کارگر گداز پولی برق است ما ترانسفورماتور شخصی خدمت سهراب رحیموف 1 سال پیش معاون شهرداری کلوب تعیین شده بود. وی در گذشته اداره آب و نهالپروری شهر را رهبری میکرد. در 1 سال اخیر این دومین منصبدار حکومت کلوب است که با عیبنامه فساد بازداشت می شود. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب.